خب فاطمه جانم، نمره کامل تو من اصلا جلو بهت بدم. یه سوال دیگه من از شما میپرسم، به من بگو که عضله درسته. آفرین. وقتی بهتون میگم درس بخونین منظورم اینجوری درس خوندنه، کتابو قورت داد، الگو بگیرین از دوستتون. بعدی بیا. خب شما بگو که فصل 2 پاراگراف 3 یه متن هستش 10 خطه، اون 10 خط رو به من توضیح بده. از صفحه بعدش یه سوال داره که 15 صفحه جوابشه، اونم به من توضیح بده. جور که میخواستم نبود، اون جور که باید میخوندی نخوندی. حالا من 6 رو بهت میدم، سعی کن که سری بعد کامل همه جا حتی رو جلد. همینه دیگه، وقتی تو کلاسای زیست استاد عباسی شرکت نمی کنی، کلاسا آفلاین، رفع اشکال رایگان داره، از دل شکلا نکته میکشه بیرون. بریم ببینین دیگه.